3 6/10 تقسیم بر 3 به توان ضریبش 1 ضرب در نیم تقسیم بر 3 به توان 3 نیم تقسیم بر 3 به توان 3. این میشه کا. حالا عددش رو به دست میاریم که اگه اشتباه نکنم فکر کنم 270 میشد. حالا و مقدار گاز D2 در آغاز واکنش برابر با چند موله؟ D2 ببین M بوده MMN های 3X شده چی؟ شده نیم. خب چی کار باید بکنم؟ X رو پیدا کنم. از طرفی هم چی داره به هم میگه؟ میگه آقا از طرفی هم M منهای X شده 6/10. از اینجا مثلا M به علاوه X 1.5 یه معادله باید بنویسیم که از اونجا هم M اولیه به دست بیاد و هم X به دست بیاد که X رو بندازیم اینجا و رابطه M براش سازگار باشه. این از تحلیل سوال کنکور سراسری بچه‌های ریاضی در کنکور دی ماهشون. اگر دقت کرده باشید ما توی این بحث، توی این تحلیل نکات مهم، سوالهای چالشی رو بررسی کردیم و یه چیزی بهتون بگم، سوالهایی رو که در لایو پیشبینی سوالات کنکور برای دی ماه بررسی کردیم دونه دونه‌ش رو در کنکور سراسری دی ماه دیدیم. برای کنکور تیر ماه ببین ما اومدیم توی یه لایو 2 ساعته جمع‌بندی کردیم کنکور دیو، اما در بسته مثبت 60 یکی از مهمترین بحثمون این بود که آقا پیشبینی گسترده تر، چون در تایم بیشتری وقت داشتیم براتون کاملا این بسته رو مهیا کردیم که لذتش رو ببرید. امیدوارم که ازش استفاده کرده باشید. موفق باشید. متشکرم. رسیدم به هدفم، تلاش کردم. دکتر معدل این دانش آموز چنده؟ معدل کتبی رو بغل عکسش نوشته 13 و 80 دیگه. 13 و 80. ایشون همونطور که میدن دندونپزشکی قبول شده. از اینجا با پک 3 ماه آخر شما آشنا شدم، اومدم وارد بنیاد شدم. آیا من هم با یه معدل پایین 3 ماه شروع کنم، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه نسبت بقیه دیرتر شروع کنم؟ اوکی؟ آیا منم میتونم نتیجه بگیرم؟ حتما زمانی 1 ماه آخرم شروع کنم میتونم نتیجه بگیرم. اگه بخواید نقطه عطف کنکور تو بدونی کی بوده؟ بهمن، اسفند، دقیقاً بعد از این. بعد از این. و به خصوص مرداد ماه. گفتیم که اگه از الان شروع کنی، حتی اگه هیچی نخونده با هر معدلی میتونی رشته که میخوای قبول شی. یه مثال زدیم یادته؟ محمد مصطفی شهستان. بله. معدلش هم بود 13 بود. از بهمن با من اومد و دندون قبول شد. تو از بهمن با من اومدی و چی قبول شدی؟ راست بخوام بگم خیلی جدی که مثلا انقدری که واقعا فکر کنم دارم میخوام کنکور بدم واسه اون درس بخونم، بخوام بگم از کمتر از 1 ماه مثلا دیگه. دوران عید رفتی مسافرت یا نشستی درس خوندی؟ من کل دوران بیشتر میزان مطالعه‌ام تو عید بوده، ولی از اون موقع به بعد آزمون 3 روز یه بار، آزمون اون همون تکنیک آزمون‌های 2 روزه. یه سوال حسابدام انصافا واسه شما درس خوندن حرفه‌ای سنگین تصویر شد واقعی، یعنی کمر شکن از همون اولیه اردیبهشت، یعنی بعد عید. کیارش چند ماه با ما اومدی توی مشاوره؟ یعنی چند ماه درس خوندی؟ من حدوداً 5 ماه. چقدر از موفقیت و مدیون این 5 ماه؟ من توی کنکور واقعیتش هر چی سوال جواب میدادم از همون 5 ماه